سلام دوستان، احتمالا براتون پیش اومده باشه که توی اندروید 11 به بعد وقتی که وارد گوشه اندروید میشید قسمت دیتا با یه همچین پیامی مواجه میشید که اجازه نمیده فایل های این قسمت رو ببینید و میگه که باید با کامپیوتر این فولدر رو باز کنید. برای رفع این مشکل بیاین و اپ X فایل منیجر رو EX فایل منیجر رو نصب کنید و خب اینجا موافقت میکنیم. خب حالا میریم قسمت اندروید دیتا و میبینیم که فایل ها رو نشون میده.